سلام بچه ها، اومدم رکس رو تیم کنم به آسان ترین روش ممکن. بچه ما به یک بولا نیاز داریم. روشش اینطوریه که اول نزدیک رکس میشید از پشت سرش. یا خدا این که منو دید، ولی خب بولا رو بزنید سمتش. ای جواب نداد که. یا خدا، حاجی فکر اینجاش هم کرده بودم. اگه بولا جواب نداد بعدش باید با چماق برید و دوباره بهش نزدیک میشید، سعی کنید از پشت سرش باشه. یا خدا این منو دیده نمیشه برم پشتش، ولی خب اشکال نداره. تتکای زارت فارتای بعدی خدا چیز آموزش داریم. سب کن لازم. و این هم از آموزش لول 100 سینگل پلیر تو کمتر از 1-2 دقیقه به درخواست یکی از بچه های گل کانال. اول نیازه که شما باید برید توی سرور آنلاین که لولش 100 باشه. کاراکتر سازی و لول آپاشو جوری که دوست دارید بزنید، چون قراره همین شخصیته با همین لول آپا بیاد تو سینگل پلیرتون یا همون آپلاین تو همون سرور تو بخش فروشگاهش اسکرول میکنید پایین و ترانسفر رو میخرید. مونده بگم پرنسس خوشبختانه رایگان شده، قبلا 35 جم بود. بهتون اخطار میده که اگه ازش استفاده کنید 30 روز بند میشید از سرور. و شما میگید مهم نیست، اوکی. و 10 ثانیه طبق تصویر رو اون نگه میدارید و بعدش کیک میشید به همین خوشمزگی و میزنید رو بخش سینگل پلیر و سطحش هم جوری که دوست دارید میچینید. از اینجا شده که کاراکتر نداری، همون شخصیت قراره بیاد. همینجوری اوکی رو میزنید. وایستا اسپان نکن. اون بالا نوشته دانلود ترانسفر، اونه که کلیک کنید بفرما به همین خوشمزگی. این از لول 100. میدونم اکثرتون بلد بودید ولی به درخواست بچه ها گذاشتم براتون. بچه ها هر نظری، پیشنهادی، سوالی، چیزی دارید کامنت ها بهم بگید، همه رو میخونم، همه رو جواب میدم، ویدیو هم براشون میسازم. پس بزن اون لایک کلام از سبا. دمت گرم.